به نام خدا. سلام به همراهان اکسیرسا. تسعیر ارز یکی از موضوعاتیه که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز به یک چالش استراتژیک برای حسابداران، مدیران مالی و صاحبین کسب و کار تبدیل شده. در این آموزش به بررسی مفهوم تسعیر ارز، نحوه ثبت سند حسابداری و نکات مالیاتی اون میپردازیم. به زبان ساده نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر رو نرخ تسعیر ارز میگن. به بیان دیگه اینه که اگر عملیات مالی یک شرکت به ریال ثبت میشه، باید تمام معاملات ارزی اون به ریال تبدیل بشه. این تبدیل واحد پولی رو تسعیر ارز میگن. فرض کنید شرکت الف کالایی رو با قیمت $20,000 از شرکت ب به صورت یوزانس یا همون خرید نسیه خارجی خریداری کرده. در زمان خرید نرخ ارز $860,000 ریال و در زمان پرداخت نرخ ارز $1,330,000 ریاله. در زمان خرید در مرحله اول معادل ریالی معامله رو بر اساس نرخ روز خرید محاسبه می‌کنیم. بنابراین 20,000 رو در 860,000 ریال ضرب میکنیم که به عدد 17,200,000,000 میرسیم. ثبت سند حسابداری اون به این صورت میشه که حساب خرید یا کنترل خرید به مبلغ 17,200,000,000 ریال بدهکار و حسابهای پرداختنی با همون مبلغ بستانکار میشه. در زمان تسویه ابتدا معادل ریالی نرخ جدید رو محاسبه میکنیم. بنابراین 20,000 رو در 1,330,000 ریال ضرب میکنیم که به عدد 26,600,000,000 میرسیم. تفاضل نرخ خرید و نرخ پرداخت رو محاسبه میکنیم که به عدد 9,400,000,000 میرسیم. ثبت سند حسابداری اون به این صورت میشه که حسابهای پرداختنی با مبلغ 17,200,000,000 ریال بدهکار، حساب سود و زیان ناشی از تسعیر ارز به مبلغ 9,400,000,000 ریال بدهکار و حساب بانک به مبلغ 26,600,000,000 ریال بستانکار میشه.